سلام دوست عزیزم، دوست نهایت گرامی و دوست داشتنیم که همیشه وقت مرا همراه بودی. روزه و نماز شما به درگاه الهی قبول باشد. با آرزوی قبولی دعاهای شما نزد پروردگار مهربانم هستم. اکنون ماه رمضان گذشت و عمر من تو هم در گذر است. فرارسیدن عید سعید فطر را از صمیم قلب برایت تبریک و تهنیت عرض می دارم. مبادا دیر شود تا عید بعدی نباشیم و تو را به خدا می سپارم. هرگاه مرا دوستت قبول داری، این پیام را به خودم و دوستانت جهت تبریکی عید بسپار و دعا می کنم تا تمام خوشی های دنیا نصیب تو گردد و دعای همه باش و پناهت. خدا نگهدارت.